میخوام از یه سوال شروع کنم. تا حالا شده یه شب وقتی همه خوابن توی تاریکی اتاق به چیزی فکر کنی که دلت میخواد بهش برسی؟ یه آرزو، یه هدف، یه تصویر از خودت تو آینده، همون لحظه‌ای که قلبت محکم‌تر میزنه و چشات برق میزنه. حالا بگو چی شد؟ چرا هنوز بهش نرسیدی؟ اگه هنوزم اون هدف ته دلت روشنه، بیا با من بیا تا راه رسیدن بهش رو یاد بگیری. امروز میخوام دستتو بگیرم و ببرمت به سمت اون نقطه‌ای که همیشه آرزوشو داشتی. این فقط یه ویدیو نیست، یه شروع جدیده. چرا به هدفمون نمیرسیم؟ بذار واقع بین باشیم. خیلیامون شروع میکنیم پر از انگیزه و شور، ولی خیلی زود جا میزنیم. نه چون ضعیفیم، نه چون بلد نیستیم، بلکه چون یه چیزی توی مسیر گم میکنیم. نمیدونیم دقیقاً چی میخوایم. باور نمی کنیم که میتونیم. انگیزه داریم ولی عادت نه. بیشتر از شکست از قضاوت مردم میترسیم. ولی رفیق، مهم نیست چند بار زمین خوردی. مهم اینه که هنوز اون جرقه توی دلت خاموش نشده. حالا 7 قدم طلایی رو میخوام بهت بگم تا باهاشون به هدفت برسی. آماده ای؟ بزن بریم. 1. هدف رو واضح کن. میخوام موفق شم یعنی چی؟ موفقیت برای تو یعنی چی؟ یه شغل خاص؟ مهاجرت؟ بدن سالم؟ آرامش درونی؟ باید هدفت این ویژگی ها رو داشته باشه. مشخص باشه. دقیقاً چی میخوای؟ قابل اندازه گیری باشه. چطوری بفهمی رسیدی؟ قابل دسترسی باشه. واقع گرایانه باشه. زمان داشته باشه. تا کی میخوای بهش برسی؟ مثال، میخوام تا پایان تابستون 8 کیلو وزن کم کنم. این یعنی تو یه نقشه داری و این نقشه اولین پله رسیدنه. 2. هدفت رو بنویس. وقتی هدفت رو مینویسی اتفاقی جادویی میفته. ذهنت بهش باور پیدا میکنه. هدفت از یه فکر تبدیل میشه به یه تعهد. پس دفتر آرزوهاتو بساز با دست خودت، با تمام احساساتت. جمله‌ای بنویس که دلت بلرزه وقتی میخونیش. مثل من تا پایان امسال زندگی میسازم که بهش افتخار میکنم. 3. تجسم کن. هر روز چشماتو ببند و تصور کن رسیدی. صحنه رو ببین. لبخندت، صدای نفسات، ضربان قلبت وقتی به اون هدف رسیدی. چشمات برق میزنه، دلت میلرزه. همینه. اون تصویر، اون رسیدنه. خیلی قشنگه. 4. برنامه ریزی معکوس. از آخر به اول نگاه کن. فرض کن رسیدی. حالا برگرد عقب. چی کار کردی که به اینجا رسیدی؟ چه مراحلی رو گذروندی؟ چه چیزایی یاد گرفتی؟ برنامه ریزی معکوس یعنی مقصد رو ببین و راه رو مهندسی کن. اینجوری هیچ وقت گم نمیشی. 5. هر روز یه قدم. حتی اگه کوچیکترین قدمه. ولی بردار. روزهایی هست که حال نداری. یه صفحه بخون. یه حرکت بزن. یه جمله بنویس. همین حرکت‌های کوچیک آینده بزرگ میسازن. قانون طلایی. هر روز فقط 1% بهتر شو. 6. ذهنت رو مدیریت کن.
موفقیت از ذهن شروع میشه، نه از جیب. مراقب صدای درونیت باش. اون صدای شکاک که میگه نمیتونی، دیره، بهتره بیخیال شی. تو باید بلندتر بگی من میتونم. با آهنگ‌های انرژی بخش، با ویدیوهای انگیزشی، با یادآوری دلیل هدفت. 7. انعطاف و بازبینی. مسیر ممکنه تغییر کنه ولی مقصد نه. هر هفته چند دقیقه وقت بذار و بررسی کن کجایی. اشتباه کردی؟ اشکالی نداره، فقط نذار همونجا بمونی. تو این سفر خودت مهمترین سرمایه‌ای. رفیق، تو ساخته شدی برای درخشیدن. تو اینجایی که بسازی، نه اینکه فقط زندگی کنی. رویاهات صدا دارن و اون صدا الان داره فریاد میزنه. وقتشه. اگه این ویدیو برات تلنگر بود، یه پله بود، یه نور تو تاریکی، پس لایک کن، کامنت بذار و اگه خواستی راه بیفتی بدون ما همیشه کنار توییم. اینجا آوای انگیزه است و ما با هم قله ها رو فتح میکنیم. از اولین پله بالا برو، نترس.